کدوم درس‌ها و کدوم نمره‌ها برای امتحان نهایی و کنکورمون موثر و تاثیر داره. خیلی از بچه‌ها اینو نمیدونن، اومدم بهت خیلی خلاصه بگم. اول میریم سراغ پایه دهم. طبق قانون فعلی هیچ کدوم از درس‌های شما از نظر تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور موثر نیست. پس نیان الکی بهت بگن امتحان خرداد در کنکورت موثر و اینا، هیچ کدومش موثر نیست. امتحان نیم سال اول هم موثر نیست. فقط دروس اختصاصی شما در کنکورتون موثره که باید در کنکور اینا رو امتحان بدید. میریم سراغ پایه 11. طبق قانون فعلی برای کنکور 405 6 تا از درس‌ها که داخل کپشن براتون می‌نویسم از نظر تاثیر سوابق تحصیلی، اونم نمره‌ای که در خرداد میگیرید فقط موثره. این دیگه نیم سال اول و میان ترم و اینا هیچ کدوم تاثیر نداره، ولی برای کنکور همه دروس اختصاصیتون موثره و تاثیر داره. برای پایه 12 طبق قانون فعلی برای کنکور 405 406 و به بعدش همه دروس اختصاصی و عمومی که در خرداد به صورت نهایی امتحاناش برگزار میشه از نظر سوابق تحصیلی موثرن و تاثیر دارن به میزان 40%. برای این کنکور هم فقط دروس اختصاصی موثره. یه سری نکات تکمیلی هم داخل کپشن برات می‌نویسم که حتما اونها رو باید بخونید.